ششمین فضیلت حجاب ایمان است. خداوند در مورد حجاب فقط زنان مؤمن را مورد خطاب قرار می‌دهد. وقتی که بحث حجاب می‌کند زنهای مؤمن را با این صیغه مورد حجاب قرار می‌دهد. اونهایی که ایمان ندارن، اونهایی که به خدا اعتنایی نمی‌کنن و دستورات خدا براشون اهمیتی ندارد و لایبال و غافل هستند و سر جنگ دارن با خدا و رسول خدا، اونها زیر این خطاب وارد نمیشن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و قل للمؤمنات، قبلا هم گذشت، به زنهای مؤمن بگو. و همچنین در آیه دیگه و نساء المؤمنین، زنان مؤمنین یا مؤمنان، اینها حرف شنوی دارند، اینها تذکر و یادآوری و ارشاد به اونها نفع میرساند. ذکر ان الذکر تنفع المؤمنین. ایمان نیاز به نگهداری و محافظت دارد. حجاب هم نشانه از ایمان هست. بعضی موقع آدم در غفلت میفته، بعضی موقع آدم فکر میکنه اینجا اشکال نداره کمتر رعایت بکنه، خیلی به خودش سخت نگیره، ولی همونجا میبینید که یک روزنه باز میشه برای شیطان. بعضی موقع مجلس زنانه هست، خواهر مؤمن و مسلمان فکر میکنه مجلس زنانه هست، دیگه نیازی نیست حجابش کامل بکنه و حجابش رعایت بکنه، همه زنن، همه هم جنس همن، ولی میبینید که بعضی از زنها تو مجلس زنانه از مردای نامحرم ترن. آیا خواهرای مسلمان و مؤمن اینو میدونستن؟ اصلا مؤمنی با کودنی، مؤمنی و بیشعوری، مؤمنی و لایبالی، مؤمنی و غفلت با هم تضاد داره. انسان مؤمن همیشه زیرکه، همیشه تیزبینه، حالا چه زن چه مرد، همیشه دوراندیشه، همیشه عاقبت نگره. امروز زنهای نامحرم خیلی بیشتر از مردای نامحرمن. آیا خواهرای ما میدونستن تو جشنهای تولد دعوت میشن، تو عروسی زنانه دعوت میشن، تو جلسات زنانه دعوت میشن، دور همن، چادرها رو میکنن، لباسها رو میگذارن، یه عده‌ای میرقصن. یکی از خواهرایی که تو جلسه است داره فیلم میگیره، قولم میده که فیلم و عکس جایی نشون نمیده، تو آلبوم خصوصی خودشه، ولی بعد میبینی که همون عکس و فیلم تو دکه ها داره به فروش میره. سادگی تا این حد، اصلا سادگی با ایمان تضاد داره. علما میگن دل انسان باید پاک باشه، ظریف باشه، نازک باشه، مثل دل پرندگان، مثل دل گنجش، کبوتر، و از اون طرف زیرک و باهوش و تیزبین باشه مثل مار. خصوصا تو این دور زمانه، این که این زنه، این که این همجنس منه، اینی که این نمیدونم طایفه منه، کافیه که یه فیلم تو مجلس زنانه گرفته بشه، یه عکس از تو گرفته بشه، همین عکس پخش بشه، ببره تو خونه خودش، اونجا نشون برادرش بده. زنهای مؤمن حتی تو مجالس زنانه هم چادرشون رو کنار نمیذارن. خصوصا امروزه خواهرها و برادرها توجه بکنن. امروزه دیگه نیازی نیست با دوربین فیلم برداری بزرگ و عکاسی بزرگ عکس و فیلمت بگیرن. با همین موبایل تو داری صحبت میکنی، تگ گرفت، فکر میکنی داره شماره میگیره. هستن یا نیستن؟ نباید احتمال بدین
اگر در مدینه‌ای که رسول الله صلی الله علیه وسلم در اون زندگی میکردن منافقین تو جمع مؤمنین تو صف نماز، صف اول نماز بودن، شما فکر میکنید اگر در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم در مدینه موبایل بود و در دست منافقین بود، با وجودی که موبایل نبود، این دوربین ها و امکانات نبود، چه سر و صدایی راه انداختن درباره ناموس پیامبر صلی الله علیه وسلم و کارو به کجا و به جای باریک کشوندن. ولی امروز دست هر مؤمن و هر شیطانی و هر دوست و هر دشمنی موبایله. تازه شاید خیلی از مؤمنین نداشته باشن و اما خیلی از مواد فروشا و قاچاقچیا و مشروب فروشا و مبتذل فروشا موبایل دارن. و چه عکس های مسیج نمی کنن. خیلی باید مواظب باشیم. در یکی از کشورهای خلیج عکس دختر یکی از شخصیت‌های مؤمن مطرح، صورت دختر بوده اما از پایین، از گردن به پایین معلوم نیست عکس چه زن روسپی بوده. والعیاذ بالله. سر و صورت اون دختر رو ترکیب میکنن با جسمی عریان و تو موبایل‌ها و تو مسیج ها میفرستن و برملا میکنن. امروز افریت و شیاطین و افاریت و یا شیاطین 100 سال گذشته نیستن، خیلی حرفه‌ای هستند، متخصصن، دوره دیدن، زبان بلدن، با دستگاه‌های روز و سرعتی درست دارن کار میکنن و ازش استفاده میکنن. ما استفاده نمیکنیم. هنوز تو کشور ما در جامعه اهل سنت خودمون علمایی هستن که میگن این دوربین حرامه، تلویزیون حرامه، موبایل حرامه. من تو بنگلادش بودم، تو اجتماع جماعت تبلیغ، نماز مغرب و عشاء و صبح تو بلنگو نمیخوندن، میگفتن این خلاف سنت، نمیخوندن. نزدیک 2-3 میلیون نفر آدم نه قرائت میشنیدن نه آمین میشنیدن. حالا آمین میگیم حنفیان، ولی اصلا قرائتی نبود، همجور ایستاده بودی، فقط جلویت خم میشد، تو خم میشدی. سبحان الله. ولی دشمنان اسلام دارن برای نابودی ما دارن استفاده میکنن. این میدونی چه دستگاه مبارکیه، چه مسیج های خوب میشه بفرستیم. 30 جز قرآن تو همین ضبط میشه، 30 جز قرآن، فتاوای علما، عکس کعبه، عکس مسجد النبی، چه عکس های زیبا مسیج بکنید، چه پیام های آموزنده و تحول آفرین. ما استفاده نمی کنیم، اونا استفاده میکنن. آرامش رو از ما و خواهرای ما و برادرای ما و فرزندان ما گرفتن. حجاب ایمان است. و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، به زنهای مؤمن بگو حجابشون رو رعایت بکنن. و همچنین نساء المؤمنین در جای دیگه به همسران مؤمنان، خواهر مؤمن، اینا همش خطاب به توست و به مرد مؤمن تو. چقدر خدا تو رو دوست داره، گفته حجاب نشانه ایمان توست. من از تو ایمان رو دوست دارم، خدا میگه، و حجاب نشانه ایمان توست. پس حجاب تو ایمان است و من حجاب تو رو دوست دارم، چون بندگان مؤمنم رو دوست دارم. مشهور از هنگامی که
گروهی از زنان قبیله بنی تمیم نزد ام المؤمنین عایشه صدیقه بنت صدیق رضی الله عنهما آمدن. خوب خواهرها توجه بکنن، گروهی از زنهای قبیله بنی تمیم روزی آمدن نزد ام المؤمنین عایشه رضی الله عنهما، در حالی که لباسهایشان نازک بود، نازک بر تنشان بود. حضرت عایشه ام المؤمنین رضی الله عنهما فرمودند اگر شما مؤمن هستید، ما خجالت میکشیم ولی اون خجالت نمیکشید. ما بعضی موقع فکر میکنیم داریم رعایت حال میکنیم، اگه بگیم بهش بر میخوره، اگه بگیم ناراحت میشه، اگه بگیم اصلا شاید پا تو خونه ما نذاره، شاید عصبانی بشه از خونه بره بیرون، شاید رابطه خانوادگی و خویشاوندی قطع بشه. ولی ام المؤمنین اینطوری فکر نمیکرد، میگفت اگر نگم مسئولم، کتمان علم کردم، شاید گفتم سبب تحول شد، شاید گفتم خواهر مؤمن مستفید شد، تشکر کرد، با خدا شد، حجابش رعایت کرد و ثوابی هم گیر من آمد. ولی خودمون نمیگیم ما رعایت میکنیم. تو کی رعایت بکنیم؟ حالا دیگه همش از دستمون رفت، دیگه چقدر رعایت بکنیم؟ رعایت کردن هم حدی داره، خجالت کشیدن هم حقی داره، حدی داره. لوتی رو ساز میزنه خجالت نمیکشه، طلاب علم خجالت میکشن حرف دین بزنن. خیلی عجیبه. حالا چی میگه؟ ام المؤمنین از فرصت استفاده کرد برای نصح این زنهای قبیله بنی تمیم که مسلمان بودن. فرمودن اگر شما مؤمن هستی، نگاه کن، دست گذاشت رو ایمان، گفت اگر شما مؤمن هستید این لباس لباس مؤمنان نیست. خوب دقت بکنید، گفت اگر شما مؤمن هستید این لباس لباس زنهای مؤمن نیست، اون لباسی که خدا دوست داره. و اگر مؤمن نیستید می توانید از این لباس ها بهره مند بشید، ولی دیگه این صفت ندارید، صفت ایمان دیگه شما ندارید. پس حجاب ایمان است و ایمان یک سرمایه هست، سرمایه پایدار و فناناپذیر، سرمایه‌ای که در دنیا نمیگذاره تو مفلس و فقیر و دربدر و بیچاره بشید و ذلیل بشید، و در آخرت نمیذاره اون سرمایه که صاحبش در منازل 50 تا منازل روز قیامت که بعد از مردن شروع می شود، 50 تا منزل، هر منزلی 1000 سال و هر منزلی سخت‌تر از منزل قبلی تا برسه در دشت محشر، نمیذاره در اون منازل بلنگه و دچار مشکل بشه، همطور همراهشه. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. این نشانه استقامت در دین هست و ایمان یعنی استقامت در دین. خواهرم مگذار که ایمان با بی‌حجابی تو از تو جدا بشود و بی ایمانی با بی‌حجابی تو به تو نزدیک بشود.